با عرض سلام خدمت دوستان گرامی. امروز تقریبا بعد از نزدیک 2-3 سال تلاش و پشت و کار سخت، چقدر بگم خیلی سخت، یه عالم زجر کشیدن و شکست های پی در پی، ولی با تلاش مستمر و با برنامه و با هدف گذاری دقیق بعد از تقریبا 2.5 سال من الان تقریبا 2 ماه برایندم مثبت شده. خدا را شکرت. اینم هم اولین برداشت از پراپمه که روز دوشنبه جلویی یعنی 18 آگوست من برداشتمو میکنم. خدا را شکرت. دقت کنید اینجا من حساب 5K از پراپ برداشتم، 2 تا چالش رو پاس کردم. اینم حساب ریلشه. مبلغ موجودی هم $5396 تونستم، یعنی حدودا $396 تو 10 روز برایندم که من دلار کسب کردم. خلاص اینکه بعد از 2.5 سال تونستم سودده بشم. الان دومین ماه همه تو سودم، برایندم مثبت شده. روز دوشنبه هم این $400 رو، نزدیک $400 رو برداشت میزنم. خدا رو شکرت. برین تلاش کنید. فقط رمز و موفقیت تو ترید فقط تلاش مستمره. یعنی فقط تلاش مستمره که میتونه شما رو موفق کنه. هیچ چیزی دیگه اینه، نه استراتژی نه چیزی. خلاصه شاید این استراتژی به درد نخوره، برین استراتژی رو عوض کنید، یا خلاصه اینکه تلاش کنید دیگه. بعدش هم 50% بیشتر ترید با روانشناسیه. یعنی برین روانشناسیتون رو قوی کنید. هی نپرین از این استراتژی به اون استراتژی. یه استراتژی جور کنید، اونو برین حداقل 1000 بار بک تست بگیرید. 6 ماه بک تست بگیرید تا موفق بشین. بعدش هم میگم که قسمت روانشناسی ترید خیلی مهمه. فکر نکنین که ترید فقط آموختن استراتژی، نه، 50%ش مال روانشناسیه. یعنی 2 بال پرواز یک تریدر، آر به آر و ریسک به ریوارد، یا همون ریسک به ریوارد و وین ریت. یعنی آر به آر رعایت کنید، یه وین ریت 50% هم داشته باشین، آر به آر رعایت کنین، سودده خواهید شد. ولی میگم سخته دیگه، باید تجربه کسب کنید. تریدم تنها چیزیه که یه چیزی پر هزینه است، یعنی باید هزینه بهش تعلق بگیره و یعنی تجربه کسب کنید. شکست بخوری تجربه کسب کنید. خیلی سخته. خلاصه من رامش کردم. خدا را شکرت.